این داستان منظومه شمسی. اون یکی رو بنویسه من فیبی. باشه رایسی. این مدل منظومه شمسی میشه. قشنگه نیست جنه؟ باید بهت بگم پسرم و آرنولد وقتی برای بچه‌های کلاسی دونه ساختم خورشیدش انقدر گنده بود که از زیر پرچم آویزونش کردیم. هر نقطه سیاره هم داشتیم؟ بله داشتیم کیشا. عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون. ما قبلا منظومه شمسی رو مطالعه کردیم. دارم شما راجع به موجودات فضایی که تو سیاره‌ام چیزی نخونده باشی. برای اطلاعات رالفی تا اونجا که ما میدونیم زمین تنها سیاره‌ایه که در اون زندگی وجود داره. تو چقدر میدونی استاد جغرافیا؟ خیلی زیاد، چون همه نمره‌های امتحانیم 20 بوده. میگی نه نگاه کن، اینم برای اثباته. جنت اگر تو اونقدر میدونی برای چی اومدی اینجا که منظومه ما رو ببینی؟ چون آرنولد انقدر راجع به گردش‌های علمیتون برام تعریف کرده بود که به خاطر تعریف‌های اون بود من کنجکاو شدم. چی گفته؟ اون یه چیزایی گفت که برام باور کردنی نبود. منم بهش گفتم باید مطمئن بشم و جز اینم باور نمی‌کنم. ولی اون دروغگو نیست، خیلی دختر خوب و فهمیده. ساکت. صبح بخیر بچه‌ها. همتون با جنت دخترموی آرنولد آشنا شدین؟ بله خانم فریزر. خانم معلم خیلی خوشحال به نظر میرسه. خب وقتی میبینه ما مرتب هستیم اونم خوشحال میشه، این یه چیز طبیعیه. خب بچه‌ها شانس آوردیم که امروز مهمون داریم. به نظرم فرصت خوبیه که به یه گردش علمی بریم. پسرعموی خوبم، حالا وقتشه که ثابت کنیم. نمیدونم امروز کجا میریم. شاید بریم توی کنده پوسیده درخت یا بریم ته اقیانوس فضا، یعنی رصدخونه که خیلی هم معمولیه. چی داری میگی پسر؟ رصدخونه همچینم غیر معمولی نیست. به نظر من که خیلی مهمه. اون ما رو به یه گردش علمی معمولی میبره. دلم میخواست به یه جایی میرفتیم که تا حالا نرفتیم. عجیبه امروز بسته است. بسته است؟ خب مثل اینکه باید برگردیم مدرسه یه درس جدید شروع کنیم. اینم از شانس ما. واقعا که چه گردش علمی آرنولد. میدونی چیه؟ اگه معلم من بود از پیش خبر میکرد، چون معلم من همیشه درست برنامه‌ریزی میکنه، هیچ وقت هم اشتباه نمیکنه. معلم من از معلم شما 1000 بار بهتره. بهتر از خانم فریزل نیست. اگه راست میگی ثابت کن. اتوبوس نگه دارین. چی آرنولد؟ ببخشید خانم معلم، یه جای دیگه نیست که بتونین ما رو ببرین نشونمون بدین؟ یعنی میخوای بگی رصدخانه این دیگه آرنولد؟ خب مثلا بله، اما بزرگتر باشه. بزرگتر؟ میدونین اون بزرگه همون که قولش دادی. آرنولد چرا فکرشو نکرده بودم. تیمنهای 5 میشماریم. 4 3 2 1 حرکت. چه خبر شده؟ گردش علمیه. یعنی داریم به فضا میریم؟ این باور نکردنیه. به فضای خارج خوش اومدین بچه‌ها. تنها رصدخانه‌ای که در 24 ساعت بازه و شاید هم 7 روز هفته. خب فضانوردای من حالشون چطوره؟ ما داریم بی‌وزن میشیم. تو درد سر افتادیم. نه آرنولد ناراحت نباش، فکر کن رو زمین هستیم. بذاریم ببینم. تقریبا رسیدیم. عالیه. بیاین گردش علمیمون رو شروع کنیم بچه‌ها. خوب نگاه کنین. ما داریم میرسیم به خورشید. بچه‌ها همتون عینک‌های مخصوص ضد آفتاب 8000تون رو بزنید. حالا فضانوردای شجاع، این زیبایی خیره کننده و عظمت خداوند رو نگاه کنید. نمیدونم چند تا زمین تو خورشید جا میگیره. واقعا فضا اقیانوسیه که سر و ته نداره. بیشتر از 1 میلیون. مواظب عینکاتون باشین. خب بچه‌ها از زمین سفر کردیم، خورشید رو دور زدیم و حالا میریم به طرف عطارد، نزدیکترین سیاره به زمین. وقتی به هم کلاسیام بگم خیلی حسودیشون میشه. وای خیلی البته. میبینی چقدر قشنگه جنه. وای ما اینجا نسبت به زمین اصلا وزن نداریم. اینجا جاذبه کمتری ما رو به طرف خودش میکشه خانم. دقیقاً کیشا، کاملا درسته. بیاین بچه‌ها مارمولک رو دنبال کنین. از این طرف لطفاً.
چرخی بندم از تو بیشتر بپرم دورتیان. قبوله. من تو کلاس خودمون بین همه بچه‌ها تو پرش اول شدم. اینم نوار آبی که ثابت بشه اول شدم. به زمین که برسیم به هم کلاسیام میگم توی مسابقه پرش تو عطاردم اول شدم. ولی میدونی اون وقت اونا چی میگن؟ چی میخوان بگن؟ آخه چطور ثابت کنم در عطارد بودم؟ حتما موجودات عطارد باید چوب‌های بزرگی داشته باشن. هیچ موجودی نمیتونه تو عطارد زندگی کنه. راستی روزا خیلی داغ و خشکه. اونجوری هم که من تحقیق کردم شباش خیلی خیلی سرده. حالا چه روزا چه شب هوا وجود نداره بچه‌های خوبم. نفس کشیدن برامون مشکل میکنه. خب حتما یه چیزی باعث فرو رفتگی شده که مثل جاپا میمونه دیگه. درست میگی راستی. سنگای آسمانی. بله سنگای آسمانی. تیکه سنگایی که مثل فلز سرد شده میمونن و از باقی بیاین بچه‌های خوبم. اگه اونایی که به سطح سیاره میخورن اسمشون سنگ آسمانیه، پس اسم اونایی که نمیخورن رو چی بذاری؟ حالا خودت بگو. سنگ زمینی. جنت چی کار میکنی؟ چی کار میخوای بکنی جنت؟ یافتم سنگ آسمانی خودم رو یافتم. وقتی اینو نشونه هم کلاسیام بدم ثابت میشه تو عطارد بودم. جنت حالا ما نزدیک میشیم به زهره دومین سیاره از خورشید. طاقت ندارم. بابا آروم باش. ابرای زهرم درست مثل زمینه دیگه. چه فرقی میکنه؟ وای چه منظره‌ای. خب حالا دیگه به نظرم بشینیم. بیاین بچه‌ها. احساس میکنم وزنم اینجا مثل زمینه. اشتباه نمیکنم. علتش اینه که زهرم به اندازه زمینه و جاذبه‌ش هم همونقدره. خب چرا ماتت برده آرنولد؟ بیا بریم. نگاه کنیم بچه‌ها اون ابرای عجیبو ببینید. خب یه خورده بارون هوای اینجا رو خنک کنه. نه اون ابرا بارونی نیست واندا. اسید سولفوریکه. وای اسید سولفوریک. آها یه سم کشنده است. ولی تا وقتی که لباسهای فضاییمون تنمونه هیچ خطری نیست عزیزان من. من از صخره ها خوشم میاد اما این کار بی‌مزه‌ایه. مجبوری این همه رو برداری؟ قطعاً چون فقط اینه که میتونه ثابت کنه من توی سیاره دیگه بودم. ما حالا از مدار سیاره سوم عبور میکنیم که زمینه. نگاه کنید چقدر قشنگه. حتی هوا هم برای نفس کشیدن داریم. نه خیلی گرمه نه خیلی سرد. تنها سیاره‌ایه که زندگی داره. نزدیکش هم مریخه. سیاره چهارم. درسته خانم فریزر؟ خیلی خوبه جنت. تو سیاره ها رو خیلی خوب میشناسی. من در همه درسام 20 گرفتم. رسیدیم بچه ها. مریخ رو تماشا کنین. ببینید چقدر جالبه. مریخ زیبا نگاه کنین بچه ها. همه جا مثل آهن زنگ زده. پس برای همینه که بهش میگن سیاره سرخ. همونطور که میبینید خاک اینجا سرخ رنگه چون آهن توش داره. واقعا که این جهان پر از دیدنیه. توهای یخیو. وقت تو کسی آداره یخنوردی کنه. واندا رفت بالا. نه متشکرم هم خیلی سرده. تلف کنید بیا پسرمو باید به کارمون برسیم. شاید بهتر بود امروز خونه میموندم. ما تا خیلی اومدی. نمیدونم اگه مریخ آب داشته اینقدر سرد نبود میتونسته کره زمین دیگه باشه یا نه. شاید اما همونطور که همیشه گفتم مریخ بهترین جا برای یخمکه. فهمیدین بچه ها؟ یخمک اینجا یخمک. این آخرین تیکه یخه. عالیه. حالا یه کمی خاک سرخ. تو زمین کارهای کوچیک و راحتی داشتم. تمیز کردن خونه، غذا دادن به ماهیا، تمیز کردن میز. فقط چیز
چیزی که هستش مطالعات رو دو زورو و مری خود دیدیم، اما یه وجود فضایی ندیدیم. سلام عرض کردم. شوخی کردم. این جایگاه که شوخی سرش نمیشه. سلام بچه، اتوبوس کدوم طرفه؟ خیلی کیف کردیم و خیلی عالی بود. اصلا نفسیدیم. یخ و خاک مریخ اونقدر هست که ثابت کنه ما توی مریخ بودیم. لازم نیست از من تشکر کنیم. فکر نمی‌کنم شانس زیادی با اون داشته باشی. هی نگاه کنی سیب زمینی پرنده کاش سرخ کرده بود. اون سیب زمینی نیست، یه سیاره کوچیک رالفی، یه تیکه بزرگ از صخره آسمانی که کوچیکتر از ماه و بزرگتر از یه سنگ آسمانیه. بخشی از کمربند خرده سیاره است، حلقه‌ای از خرده سیاره ها که منظومه شمسی ما رو به سیاره های داخلی و بیرونی تقسیم میکنه. خورده سیاره، من باید یکی بگیرم، فقط یه ثانیه وقت میگیره. مواظب باش. وای خیلی ترسیدیم. چه خبر شده؟ نگران نباشین بچه‌ها، فقط یک مانع مداری غیر منتظره بود. بذارین ببینم ما کجاییم. الان معلوم میشه. نقشه کو؟ وای حالا گم شدی. چرا؟ آره گم شدی. همونطور که همیشه میگم چیزی نیست که یک مکانیک خوب فضایی نتونه درست کنه. آچار انبرده است. خورده سیاره، منظورم انبرده است. پیچ کشتی. یه خورده سیاره یه دلیل عالیه. خانم فریزل، حالا نصف نقشه رو داریم. خوبه، فقط یه دستکاری دیگه همه چی رو مرتب میکنیم. بچه‌های خوبم، یک آزمایش علمی. دست تا بذار رو اون دکمه. وای پرواز. یه خبر بد. جنه ما تو آسمون گم شدیم. وای نگو من قلبم میگیره. میترسم خدا کمکم میکنه. از خانم فریزل به کلاس جواب بدین. لازم نیست بترسین، من هرگز ترکتون نمی کنم. من اینجا هستم بچه‌های عزیز. کجایی؟ یه نشونی بهتون میدم. دارم به یکی از سیاره های بیرونی میرم. اما اون تو نصف نقشه که نداریم. میتونین همطور که جلو میرین تکمیلش کنین. وای راست میگی؟ البته جانم. نمیدونم خانم فریزل اون پایینه یا نه. وای اون کدوم سیاره است؟ یکی از غول‌های گاز. همین رو که هم داشتیم. اون لکه قرمز چیه؟ یه طوفانه، هزاران مایل پهناشه. تنها سیاره‌ای که یه لکه قرمز داره مشتریه. ژوپیتر سیاره پنجم. اگه میتونستم یه خورده از اون لکه قرمز رو بردارم ثابت میکرد که من تو مشتری بودم. وای از خانم فریزل به اتوبوس. مشتری بزرگترین سیاره است، اما نگران نباش کارلوس، چون من تو اون نیستم. پس شما کجایین؟ من باید یه خورده از اون لکه سرخ رو بردارم. ما کنترلمون از دست دادیم. جانت بلند شو کاری بکن. رالفی بشین جای من و سفینه رو کنترل کن. من بشینم. جنت آروم باشید بچه ها. اگه مشتری رو دیدیم باید ثابت کنیم که دیدیمش. میدونستم امروز باید تو خونه میموندم. از خانم فریزل به کلاس جواب بدین. خانم فریزل نزدیک بود جنت ما رو. براشون یه خورده از اون لکه سرخ برداشتم. چی گفتی لکه سرخ؟ هنوز حتی گرمتونم نیست؟ سیاره بیرونی خیلی سرد و تاریکه. هرچی بیشتر سردتون بشه زودتر منو پیدا میکنین. بازم یه معما. ما چی کار کنیم؟ هلاک شدیم. نگاه کنیم یه سیاره دیگه. خیلی
خیلی قشنگه. اما کجا هستیم؟ باید زحل باشه. غول گازی دیگه‌ای با چنین حلقه‌های قشنگی وجود نداره. زحل سیاره ششم. پس باید اون پایین سرد باشه چون زحل خیلی از خورشید دوره و سرمایه عجیبی داره. خانم فریزل گفت سرد و تاریک. خدا ما باید بفهمیم اونجا چیه. به معلوماتمون کمک می‌کنه. نه تو اصلا بازم میخوای یه چیزایی برداری که ثابت کنی تو زحل. من فقط میخوام کمک کنم. اگه تو میخوای بقیه عمرت بازی بیاین خانم فریزل بی‌نقشه رو پیدا کنیم و در بیاری، من حرفی ندارم. جانت راست میگه. خانم فریزل ممکنه تو زحل باشه. مگه نه؟ خیلی خوب آرنولد، اما کار توی که دخترمو تو کنترل کنی. از خانم فریزل به اتوبوس، از خانم فریزل به اتوبوس. تمام. من و مارمولک منتظریم که هرچه زودتر ستاره هایی که اینجا میبینیم به شما نشون بدیم. خیلی قشنگه، خیلی. برگردین یا یه نشونی بهمون بدین. اون داره نشونه میده. راست میگی؟ آره، اون میتونه ستاره رو ببینه. معنیش اینه که نمیتونه زحل باشه. اون هیچ وقت نمیتونه با اون همه طوفان و ابر ستاره رو ببینه. ستاره هفتم داره پیدا میشه. اون باید اورانوس باشه. از روی حلقه کج خاکستری کمرنگ و گازای آبی پررنگش معلومه. به سوی ستاره بعدی. ببین پسرمون، اورانوس هیچ کاری برای من نمیکنه. بنابراین میتونی ولم کنی برم باشه؟ متاسفم جنت، ولی من باید موقعیت رو حفظ کنم. فهمیدی؟ خانم معلمم نمیتونسته ستاره ها رو از میون ابرا دیده باشه. توی اورانوس باشه. میریم به طرف سیاره. صبر کنین، من دلیل لازم دارم. تمام خانم فریزل رو لازم دارید. عجله کن واندا، مواظب باش. نپتون، خواهش میکنم باید تو نپتون وایسیم. اون سیاره محبوب منه. نپتون سیاره 8. مثل اینکه دور این سیاره رو هم گاز گرفته. آبی هم هست. آبی، رنگ محبوب من. فراموشش کن جنت. خانم فریزل نمیتونسته ستاره ها رو از اون پایین دیده باشه. برو واندا. حالا کجا میری؟ اون تو مشتری زحل، اورانوس و نپتون نیست. بنابراین فقط یه سیاره مونده. کدوم یکی؟ بهتون میگم یه دقیقه صبر داشته باشین. چقدر شماها عجول هستین. خب خوب گوش کنین. خانم فریزل در دورترین سیاره از خورشیده، در پلوتون. پس به سوی پلوتون. البته پلوتون سرد و تاریکه و روشن. اونا باید اینجا باشن. یه چیزی به چشم خورد. یکم نور بده این طرف. دستم اونه. آره. آفرین بچه‌ها، میدونستم ما رو پیدا میکنین. درسته مارمولک؟ ستاره رو خوب میشدید. نمیدونم خورشید کجاست. اون ستاره کوچولو رو اونجا میبینی؟ بله. خب بشه. پس اون خورشیده. بی خود نیست پلوتون اونقدر سرد و تاریکه. ببینید خورشید چقدر دوره. پس هرچی سردتر باشه ما گرمتر دنبال شما میگردیم. نشونه خوبی بود. اگه اجازه بدین خودم اینو میگم. باری باز جنت اومد. کلی سنگ برای هممون جمع کردن و این ثابت میکنه که ما در پلوتون بودیم. خب منتظر چی هستیم؟ بیاین بریم. بابا شوخی نکن. اونجا جایی نیست. خیلی خوب، از اون طرف میریم. هیچ جوری بدون سنگا بر نمیگردم خونه. منم بدون تو تحت هر شرایطی به خونه بر نمیگردم. این دلیله. هیچکی بدون این حرف منو باور نمیکنه. من باور میکنم، اونا باور نمیکنن. جنت، تو دلیل میخوای، منم بهت دلیل میدم. اینم دلیلی برای این که اگه با سنگات اینجا بمونی چی به سرت میاد. آرنولد نه، پسرمون. بازگشت به خونه. عجله کنیم.
متشکرم جنت. آرنولد این حداقلشه. اگه به خاطر تو نبود من هنوزم با سنگام توی پلوتون بودم. لازم نیست چیزی رو ثابت کنم. اون جالب ترین گردش علمی تا حالا بوده. تو اینو میدونی، منم میدونم. ولی اگه کسی حرفمو باور نمیکنه این دیگه مشکل خودشه. توجه کنید. فهمیدیم که دانشمندا اولین تماسشون رو با یه موجود فضایی در فضای بیرون گرفتن. موجود فضایی؟ راست میگه. ای وای. موجودی که ادعا میکنه از پلوتون تماس گرفته تا راجع به زباله‌هایی که اخیراً تو سیاره‌اش ریخته شده شکایت کنه. بچه ها همونطور که همیشه گفتم شما بیرون از این دنیایید عزیزم. سفرهای علمی؟ 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 سلام، سفرهای علمی بفرمایید. منظور بدبخت که نیست. اون فیلم جنبه تخیلی علمیش بیشتر از حقیقت بود. خب ما میدونیم یه اتوبوس مدرسه سفینه فضایی قراضه‌ایه. حرف تو قبول دارم، اما فقط چون بهش میگه اتوبوس جادویی مدرسه. اما هیچ راهی نداره که یه سفینه بتونه یه روزه به هر نقطه سیاره بره. اگه در زمان واقعی این کارو نکرده بودیم تا برسیم به پلوتون، شما بزرگ شده بودید. حرف پلوتون شد دانشمندا درست نمیدونن سطح اون چجوره. درسته، تا وقتی که یکی از شما بچه‌ها بزرگ شین و یه ستاره شناس یا فضانورد بشین و بفهمین پلوتون چیه. ضمناً فعلا پلوتون نهمین سیاره از خورشید نیست. تا 1999 اون موقتا در مدار نپتونه. بازم درسته. اون عینک‌های آفتابی موزیک چیه؟ من اتفاقا میدونم که نباید مستقیم به خورشید نگاه کرد، چشمو اذیت میکنه. تو بچه باهوشی هستی. خب چطور بود که بعضی وقتا بچه‌ها تو اتوبوس شناور بودن؟ خب وقتی اتوبوس با موتور خاموش در حال حرکت بود، اونا مثل فضانوردا بی‌وزن بودن. بله، اما چطور بود که بعضی وقتها بچه‌های اتوبوس میتونستن راه برن؟ خب بگو ببینم تو ژیروسکوپ جاذبه مصنوعی رو قبول داری یا نه ها؟ خیلی خوب، اون ساختگی بود. فکر نکنید که همه سیاره ها رو پشت سر هم ردیف کرده بودن. خب بله کاملا درسته. آره. همه سیاره خیلی به ندرت اونطور ردیف میشن. آره تقریبا. ولی اینجوری خیلی راحت تر میشه ردشون رو گرفت. عروسکان نمیخوان که ما فراموششون کنیم، میخوان؟ یه چیز دیگه، اگه یه فضانوردی موفق بشه بره پلوتون، بهتره کلاه ایمنیشو بر نداره. فکر میکنی کارش به چیزی بیشتر از سرمون به بکشه؟ یه تکه یخ یا بدتر از اون. این یادم انداخت که چرا اصلا تماس گرفتم. چرا؟ هنوز منتظرم یه نفر اون زباله رو از سیاره من پاک کنه.